مقامات حفظ حقوق نویه جیهون نخستین گمانبران در کشتار 4 عضو اویله محمدوفا در دهه ترغوک را دستگیر کردند. در این باره روز 14 ایون خبرگزاری آزیا پلیوس خبر داد هرچند انگیزه کشتار تا حال معلوم نیست، ولی بنا به معلوماتی که از یک خویشاوند فعلا در خارج کشور قرار داشته این خانواده به دست رسید، مقامات با گمان دست داشتن در این کشتار 3 نفر را دستگیر کردند. خبر داده است آزیا پلیوس. تفصیلات دیگر از جمله شخصیت گمانبران و دلیل‌های مورد شک و شبهه قرار گرفتن دستگیر شدن آنها، انگیزه و سبب‌های کشتار بیرحمانه اهل‌دین محمدوف و 3 فرزند نابالغ او ناروشن باقی میماند. مقامات ملیسا و دادستانی نویه جیهون که مسئولیت تحقیق کشتار صبح 12 ایون در دهه ترغوک را بر دوش دارند، تا کنون درباره این حادثه و جریان تحقیقات یگان شرح نمیدهند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که هنوز روز شنبه وعده شرح این قضیه پرسر و صدا را داده بود، نیز تا کنون خاموشی را اختیار کرده است. یادآور میشویم صبح شنبه 12 ایون در دهه ترغوک نویه جیهون ولایت ختلان، اهل‌دین محمدوف، یک ساکن 39 ساله ترغوک که به دهقانی مشغول بود، همراه 3 فرزند نابالغش کشته شده. همسر او و یک دخترش توانستند از دست قاتلان فرار کنند و با جراحت‌های وزنی جسمانی بستری کرده شدند. سال تولد فرزندان کشته شده این خاندان 2007، 2008 و 2010 بوده. به گفته ساکنان همه آنها از قسمت سر با تبر و یا اشیاء کند مانند به تبر ضربه خوردند.